خطاب این بیانیه هموطنانی هستند که به فعالیت سیاسی مستقل و یا متشکل در قالب احزاب و گروه‌های سیاسی همت گماردند تا به مسئولیت ملی، میهنی و انسانی خود برای نجات و آزادی و آبادی ایران و سعادت ایرانیان عمل نمایند. در آستانه سالگرد قتل فاجعه آمیز مهسا امینی هستیم که چون بسیاری دیگر از فرزندان عزیز این بوم و بر، حکومت جهل و جنون جمهوری اسلامی گل نوشکفته وجودش را ظالمانه پرپر کرد. در سالی که گذشت بر اساس مقابله وحشیانه و ضد بشری حکومت با تظاهر کنندگان انقلاب ملی زن، زندگی، آزادی که به خونخواهی مهسا دختر ایران آغاز شد، صدها تن از هموطنانمان از جمله بیش از 43 کودک در خیابانها با شلیک مستقیم مأموران رژیم به سر و سینه هایشان به قتل رسیدند و بسیاری نیز بینایی چشمان خود را از دست دادند و دهها هزار نفر نیز به اتهامات واهی در شرایطی غیر انسانی به حبس کشیده شده و مورد انواع شکنجه‌های روانی و جسمی قرار دارند و تعدادی نیز متاسفانه اعدام شدند. همچنین بسیاری از خانواده‌های داغدار به جرم سوگواری برای عزیزان به قتل رسیدهشان مورد تهدید و آزار و حتی بازداشت قرار گرفتند. در کنار ایثار عزیزان داخل کشور، حمایت گسترده ایرانیان خارج از کشور از این جنبش نه تنها مردم آزاده دنیا را از انقلاب زن، زندگی، آزادی آگاه کرد، بلکه بسیاری از سیاستمداران و اعضای مجالس و دولت‌های دنیا را نیز به حمایت از جنبش انقلابی مهسا و حقوق انسانی مردم ایران ناگزیر نمود. اما شوربختانه بروز اختلاف و تفرقه میان فعالان سیاسی خارج از کشور موجب شد که سیاستمداران غربی مدارا با جمهوری اسلامی را همچنان ادامه دهند. دریغ و درد اینکه بعضی فعالان و نیروهای سیاسی به علت عدم بلوغ سیاسی و کوته نظریهای شخصی یا با فریب خوردن از سایبری های رژیم که در پوشش های استتاری مدام به حیله ها و شیوه های گوناگون در پی ایجاد بدبینی و بی‌اعتمادی و ترور شخصیتی مخالفان رژیم هستند، با تخریب دیگر اعضای اپوزیسیون باعث تضعیف جبهه مخالفان جمهوری اسلامی می شوند و ناخواسته به ابقای این نظام خونخوار کمک می کنند. همه ما باید جدا مراقب باشیم که فریب نخورده و از ورطه هولناک ضدیت و دشمنی با یکدیگر سر در نیاوریم، چرا که ما باید با همه توان با هوشیاری در کنار یکدیگر باشیم تا جان جمهوری اسلامی را بگیریم و نه جان و رمق یکدیگر را. ما از تجربه تلخ به قدرت رسیدن نابکاران در سال 57 درس‌های بزرگی گرفته ایم و خوشبختانه نسل جوان امروز ایران بسیار آگاهتر و شجاعتر از نسل دیروز 57 هستند. پس چرا نگرانیم؟ مگر نه این است که همه ما به رأی مردم به عنوان عامل تعیین کننده در سرنوشت و آینده ایران اعتقاد داریم؟ در فردای آزادی ایران بایستی قانون اساسی مبتنی بر حقوق بشر و سکولاریسم و تفکیک سگانه قوا ضامن برقراری اصول دموکراسی و مبانی آزادی‌های فردی و اجتماعی قرار داده شود و همه گروه‌های سیاسی حق خواهند داشت که در قالب رقابت سالم سیاسی آرا و برنامه‌های خود را در مطبوعات آزاد و انتخاباتی واقعی به معرض دید و رأی مردم ایران بگذارند. اما امروز زمان درگیری بر سر قدرت و رقابت سیاسی نیست. هموطنان آزاده، برای پیروزی بر اهریمنی که همچون یک سرطان بدخیم
به جان همه بنیانهای اقتصادی و اجتماعی و منابع ملی ایران افتاده و از روز نخست در پی قتل فرزندان میهن و تاراج مملکت بوده است، تنها یک راه پیش روی قرار دارد و آن همبستگی است. بیایید تا به پاس پیوندهای ناگسستنی موجود بین ما، استوار و سربلند، همه رنگهای زیبای رنگین کمان ملی را در کنار هم بگذاریم تا قطره‌های خون پاک کیان پیرفلک که خدای رنگین کمان را یاد می‌کرد تباه نشود و خون ده‌ها هزار پاکان به خون خفته دیگر که طی 44 سال حکومت فاشیستی جمهوری اسلامی بیگناه و ظالمانه به قتل رسیده‌اند تباه نشود. بیایید تا رساتر از همیشه اعلام کنیم که ما با همبستگی و حمایت از جنبش زن، زندگی، آزادی وفادارانه در کنار هموطنان شجاع و رنج دیده‌مان ایستاده ایم تا وظیفه ملی خود را به انجام برسانیم و به قدرت‌های سیاسی و اقتصادی جهان بگوییم که دیگر به آنها اجازه نخواهیم داد تا بیش از این با حکومت ضد بشری جمهوری اسلامی مماشات کنند. بیایید با تمرکز بر موضوع برگزاری سالگرد انقلاب ملی مهسا همه فعالیت‌هایمان در فضای مجازی را یک دست کنیم و با این همبستگی و یک صدایی بدیلی کوبنده برای حیله‌های جمهوری اسلامی که در صدد ایجاد تفرقه میان مخالفان خود و تخریب آنهاست بسازیم. با تواضع و دستی بر سینه در پیشگاه داغداران و سوگواران و بازداشت شدگان و همه آسیب دیدگان جنبش انقلابی مهسا به رسم احترام سر فرو می آوریم و درود می فرستیم به روان پاک مهسا و همه فرزندان ایران که در جنبش انقلابی که به خونخواهی او آغاز شد و زن، زندگی، آزادی نام گرفت به قتل رسیدند. نام و یاد یکایک آنها بر سینه ستبر تاریخ ایران ارجمند و ابدی است. همه به ایران فکر کنیم.